الباب الثالث باب الصبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاری. انس رضی الله عنه میگوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود: الله عز و جل فرموده است: هرگاه بنده ام را با گرفتن چشمانش بیازمایم و او صبر کند، در عوضش به او بهشت میبخشم.